بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. برادران عزیز، خواهران گرامی، در این درس دوم اصول سگانه که در دین اسلام مهم هست و از آن هر مسلمان در دنیا پرسان می شود و همچنین از هر مسلمان در عالم برزخ پس از مردن از او پرسان می شود و همچنین روز قیامت از او پرسان می شود. اصول سگانه که یادگیری آن بر هر مسلمان زنانه و مردانه واجب است، آن چی هست؟ این اصول سگانه اسلام این می باشد که پروردگار تو کی هست؟ دینی تو چی می باشد؟ پیغمبر اسلام تو کی هست؟ این سه سؤالی که در قرآن آمده: ماذا كنتم تعبدون، ماذا أجبتم المرسلين، إن الدين عند الله الإسلام. اصول اسلام، اصول دین بنابر این سه چیز می باشد. اول، حالات اسلام، روزه و زکات و حج فرض نبود، لیکن سر هر مسلمان این فرض بود که آن پروردگار خود را بشناسد، کی هست، چه صفاتی دارد، چه اسمایی دارد، چه کارهایی دارد، چه حقهایی سر بندگان خود دارد. دوم، دین اسلام چی می باشد؟ سوم، پیغمبر اسلام کی هست، صفتایش چی هست، حقش سر مسلمان ها چی می باشد؟ امروز جواب سؤال اول را برای شما بیان می کنم. اگر کسی از یهود یا از نصارا یا از بیدینیان یا از هندوسا پرسان کند که ای مسلمان، تو بنده کی هستی؟ تو همین میگویی که من بنده الله هستم، بنده پروردگار هستم، بنده خدا هستم. اولین سخنی که عیسی علیه السلام در خردترکیش بعد از ولادتش چی بود؟ قال اینی عبد الله. گفت یقینا بیشک ما بنده الله هستم. هر کس از ما پرسان کند که پروردگار شما کی هست، ما میگوییم که پروردگار ما رب العالمین هست. خدای ما آن ذات مقدسی هست که او مددگار ما است. او رحمان و رحیم
هست. او یکتا، احد، صمد، بی نیاز، بی مثل می باشد. لم یلد، از چیزی پیدا نشده، ولم یولد، او از او چیزی پیدا نشده. یعنی نه ولادت سرش جریان شده، نه ولادت از او می شود، بلکه ولم یکن له کفوا احد. و همچنین نبود له، به پروردگار ما، کفوا، مقارب آن، احد، کسی، مشابه آن کسی. مسلمان همی عقیده را دارد که خدای من، معبودی بر حق من، یک ذات مقدسی هست که به هیچ چیزی محتاج نیست. خاطر این رب العالمین در قرآن فرموده: یا ایها الناس، ای مردم ها بشنوید و پام کنید، انتم الفقراء الی الله، شما محتاج هستین به الله، والله هو الغنی الحمید، او الله یک ذات مقدسی هست که او غنی می باشد. غنی به معنای مستغنی، یعنی محتاج نیست. الحمید صفتهای کامل را دارد که هیچ چیزی مثل او نمی باشد و نمی تواند که مثل آن شود. خاطری همین مسلمان اولین آیاتی که در قرآن نازل شده همی یکتا فرستی را فرموده و اعتقاد به پروردگار عالم تقریر نموده. و رب العالمین گفته: اقرأ باسم ربک، بخوان به نام پروردگار خود. یعنی پروردگار مایان نام دارد. خاطر این در قرآن آمده: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. خاص برای الله، معبودی بر حق، نامهای بی نیاز و بی مثل است. فادعوه بها، پس به نامهای او از پیش او طلب کنید، از آن بخواهید، مدد از آن بخواهید. اقرأ باسم ربک. خاطر این مسلمان هر کار نیک را که می کند می گویند بسم الله. نان می خورد می گویند بسم الله. مسجد داخل می شوند می گویند بسم الله، اللهم صل علی محمد. کالای نو می پوشند می گوید بسم الله. از خانه بیرون می شود می گویند بسم الله توکلنا علی الله. وقتی که قرآن می خواند می گویند بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که یک خط یا پیغام روان می کند می گویند بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله. پس پروردگار عالم نامهای نیک دارد که بیانی
بعضی از نامها را در اولین سورتی در قرآن بیان کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. و در سورت فاتحه گفته الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. در سورت آیت کرسی 5 نامهای خود را بیان کرده. الله لا اله الا هو الحی القیوم. در آخر سورت کرسی و هو العلی العظیم. پروردگاری ما نامهای عظیم شانی بی مثل و بی نیاز دارد. پروردگاری ما کارهایی دارد که هیچ کس آن کارها را انجام نمی تواند غیر از او. چنان فرموده اقرأ باسم ربک الذی خلق. پروردگاری تو ای پیغامبر ما یک ذاتی مقدسی هست که او چیزها را پیدا کرده، ماده را پیدا کرده، هوا و آتش را پیدا کرده، آب و خاک را پیدا کرده، انس و جن را پیدا کرده، ملائکه ها را پیدا کرده، جنت و دوزخ را پیدا کرده. یک عظیم ذات مقدسی هست که اکرم هست. اکرم یعنی بهترین سخاوتی دارد که از آن سخیتر در دنیا و عطایای او، دادهای او، کارهای او را کس نمیتواند انجام داده. الله خالق کل شیء. الله معبودی بر حق، خالقی هر چیز او است، یعنی ما سواه مخلوق است. این عقیده که در دل مسلمان جا گرفت، توحید در دلش جا میگیرد، میفهمد که کارهای رب العالمین را غیر از او کسی نمیتواند کند. پس دلش و زبانش هیچ وقت به پیغام دیگر نمی رود. به وقتی یا به حال مشکلات غیر از الله و غیر از خدا از دیگر کس طلب نمی کند. خاطر این ما فکر کنیم که آدم علیه السلام چنان که در قرآن آمده وقتی که گناه را کرد و از جنت و بهشت خدا او را بیرون کرد، چی سخنی را گفت تا که پروردگار دعای او را مستجاب کرد؟ در سورت اعراف بیانش آمده که آدم علیه السلام گفت با مادر ما حوا ربنا پروردگاری مایان ظلمنا انفسنا، بسیار ظلمی سر خود کردیم که نافرمانی تو را کردیم، و این لم تغفر لنا، اگر تو ما را نبخشید، و ترحمنا، رحمت خود را از سر مایان نکنید، لنکونن من الخاسرین، پس ما می باشیم از آن کسانی که ناکام و در دنیا پس می ماند. به این وقت رب العالمین توبه آدم و حوا را قبول کرد. همچنین انبیا و مرسلین دعاهایش همین بود، ربنا ربنا ربنا، پروردگاری ما، خالق ما، پیدایش کننده ما،
تربیت کننده ما، رازق ما. به این نام مبارک از الله طلب میکردند. ربنا ربنا. و پروردگار عالم صفتهایی را دارد که هیچ کس آن صفتها را ندارد. خاطری همین در قرآن آمده هل تعلم له سمیا. آیا میدانی کسی را که مثل او نامهایی داشته باشد؟ جواب نمیدانیم. نامهای او چی هست؟ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. و همچنین در حدیث آمده در بخاری و مسلم شریف که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان لله 99 اسما. یقینا بیشک لله به الله هست، خاص الله دارد نامهای 99 نام دارد. کسی که این 99 نام را حساب کند، بشمارد، بفهمد، عمل کند به آن، احصاها، این معنای احصاها است، دخل الجنه، در بهشت و جنت داخل می شود. وقتی که مسلمان در دلش یقین پیدا شد که پروردگاری من یک مقدس ذاتی هست، بی نیاز، محتاج به ملائک و ملک و ملک نیست، نه وزیر دارد نه مشیر دارد، خودش قوی و عزیز، جبار و قهار و رحیم و رحمان هست، پس پرسان می کند که حق خدا سر مایان چی می باشد؟ حق خدا سر بندگانش این می باشد که آنها عبادتی او را به صورتی و به شکل یکتافرستی کند، صرف او را عبادت کند. و خاطری همین که رب العالمین به نامهای عظیمشان موسوم هست، نامهای عظیمشان را دارد، گفته که فلا تجعلوا لله اندادا. پس شما با خداوند کدام شریکی را ندانید، شما با خدا کدام شریکی را دعا نکنید، شما با خدا را کدام کسی را عبادت نکنید. لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. نیست هرگز مثل ذات اون یک ذاتی، و آن ذات مقدس هست، سمیع شنوینده، بصیر دیدنده، میشنود و میبیند. و پیش از این آیت اولش گفت فاطر السماوات والارض، پیدایش کننده آسمان ها و زمین هست. جعل لكم من انفسكم ازواجا، صفتای خود را بیان می کند که کارهایی کرده که هیچ کس نمیتواند کرده. و خاطر همین باید که ما صرف عبادت او را کنیم. چرا ما را پیدا کرده؟ خاطر این نه که ما زمین را جور کنیم. اگر رب العالمین میخواست که زمین به طرز حضارتی و به طرز تقدمی که مردم ها شب و روز سر آنها روان هست میخواست، فقط میگفت که کن،
همونطور میشد. وقتی که رب العالمین زمین را به یک طرز معینی پیدا کرد، از پیش ما چی خواست؟ از پیش ما این را خواست که زمین و آسمان و ما بینهما چیزهای مختلف پیدا کرده ایم برای شما، چنان که در اولین آیات سوره البقره آمده هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. او یک مقدساتی هست که پیدا کرده، پیدایش کننده چیزهایی هست که در زمین است برای شما پیدا کرده. مثل که اینجا را مهیا کرد، کسی از پیشش پرسان می شود که چرا اینجا را مهیا کردی؟ می گویند که جای درس است. رب العالمین زمین و آسمان و ما بین این دو چیز، هر چیزی که هست، خاطر چی یافت کرده؟ تهیئه‌اش را کرده خاطر چی؟ خاطر انس و جن. خلق لکم، پیدا کرده برای شما. و ما را خاطر چی پیدا کرده؟ ما میبینیم که آبها را خدا پیدا کرده خاطر ما، هوا را نفس و تنفس میکشیم خاطر ما، و مختلف انواعی از خوراک و پوشاک. پس ما را خاطر چی پیدا کرد؟ گفت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وما خلقت، پیدا نکردیم، من پیدا نکردم انس و جن را مگر صرف خاطر این، لیعبدونی، که آنها عبادتی من را کنند. پس حق خداوند سر ما و شما چیست؟ لا اله الا الله، نیست معبودی بر حق غیر از الله. عبادتی آن را به کدام طرز کنیم؟ جواب این سؤال دوم می باشد که دینی شما چی هست؟ ما می گوییم دین ما اسلام است. خاطری همین دین ما اسلام هست که این دینی پروردگار ما هست. خدا در قرآن فرموده این الدین عند الله الاسلام، بیشک و یقین دینی که نیاز دارد، قیمت دارد پیش خداوند چی هست؟ اسلام است. این الدین عند الله الاسلام. و همین اسلام دین آدم علیه السلام بود، دین نوح علیه السلام بود. حتی گفت در سورة نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. و دین ابراهیم علیه السلام بود که او گفت رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. و دین یوسف علیه السلام هم بود، چنان که گفت توفنی مسلما، ای پروردگار روح من را به آن وقت بگیر که من سر اسلام باشم. دینی همه انبیا اسلام بود. پس فرق چیست ما بین دینی آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد علیهم الصلاة والسلام؟ فرق در توحید نیست. آن چیزی که توحید و عقیده و اصل بود، همان چیزی که سر آدم بود، همان چیزی سر ما هست. آدم علیه السلام همین عقیده را داشت که خدا یک هست، شریک ندارد، لا اله الا الله می گفت. دین خدا اسلام هست. به زمانه او پیغمبر خدا آدم بود، به زمانه نوح لا اله الا الله می گفت برای قوم خود، می گفت دین خدا اسلام هست.
برایشان میگفت پیغمبر خدا نوح است. به همین طرز دین تا دین نقل شد تا زمانه محمد علیه السلام. دین خدا اسلام است و همین مسئله را خداوند در آیات مقرر کرد که خداوند برای ابراهیم گفت، برای ابراهیم ابو الانبیا چی گفت بعد از آن که خانه خدا را جور کرد با پسر خود اسماعیل علیه السلام؟ قال له ربه اسلم، پروردگار برای او گفت اسلم، مسلمان شو. قال اسلمت لرب العالمین، گفت ما مسلمان شدم به رب العالمین. خی او خو مسلمان بود، چرا برایش گفت اسلم؟ یعنی معنایش ایست اسلم یعنی زیاد اسلام را محکم شو، اسلم به درجه کمال اسلام خود را برسان. قال اسلمت، قبول کردم، این امر را بجای می کنم. خاطر این بجای کرد این امر را رب العالمین صفتی او را برای ما و شما بیان کرد. گفت و ابراهیم الذی وفا، ابراهیم یک پیغمبر کامل و یک پیغمبر عظیم از اولو العزم من الرسل بود. وفا، گپهای، وعدهای، عهدهای، اتفاقهایی که ما بین او خدا بود بجای کرد. و همچنین برای ما پروردگار فرموده و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، کسی که غیر از اسلام کدام دینی را انتخاب میکند یا خوش میکند فلن یقبل منه، پس از آن قبول نمی شود. دین مقدس اسلام دین همه پیغمبرها بود. فرق ما بین یک دین و دیگر دین در توحید و عقیده و مسائل ایمان نبود. چنان که ما عقیده داریم که بنای اسلام در سر 5 ارکان است: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صوم رمضان و حج البیت. هر پیغمبر همین عقیدهش بود که بنای اسلام سر 5 رکن هست: لا اله الا الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صوم رمضان و حج البیت. چنان که ما عقیده داریم که ارکان ایمان 6 تا هست: آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره. همین طور همه پیغمبرها ایمان داشت، اما فرقی در مقدار نماز بود. چنان که موسی علیه السلام در صحیح آمده که او گفت انی بلیت بنی اسرائیل بصلاتین. در زکات فرق بود به مقدار زکات، کیفیت زکات. در صوم فرق بود به مقدارش، کمیتش، وقتش، زمانش. کیفیت حج فرق بود، اما نفس ارکان اسلامی 5 تا و ارکان ایمانی 6 تا یک اتفاق بود، هیچ فرقی نداشت. حدیث جابر ابن عبدالله در صحیح مسلم آمده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در حجت وداع سر یک جای شیوه تیر می شد، گفت ای واد هذا، ای کدام شیوه هست؟ صحابه برایش گفت وادی لفت. گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از همین جا یونس علیه السلام برای حج روان بود.
باز پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفت سر یک دیگر شیوه ما بین کوها، گفت ای واد هذا، این کدام شیوه هست، این کدام جری از جرهای کوها هست؟ فرمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که این کدام هست؟ صحابه گفت که این فلانی جر و فلانی شیوه می باشد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که موسی علیه السلام در همین جا به طرف مکه روان بود. وقتی که به حج رسید، به روزای مینا در مسجد خیف نماز میخواند، گفت برای اصحاب خود که 70 پیغمبر همین جا نماز خواندند. پس دین اسلام دینی همه پیغمبران بود. و اگر به تو کسی گفت که دینی تو چی هست، تو باید بگویی که دینی من اسلام هست، نه یهودیت، نه نصرانیت، نه شرکیت، ملت حنیفیت که آن مائل ابدا طرف حق و سوی توحید می باشد، دور از راه شرک و بدعت می باشد. و حقیقت اسلام چی است؟ حقیقت اسلام سین لام میم، همین 3 حرف دلالت به این می کند که یک انسان می گوید ای پروردگار من برای تو خود را تسلیم می کنم. هر امری که تو می کنی من آن را بجا می کنم. هر نهی که تو می کنی و می گویی که آن را نکن، من آن را نمی کنم. و اولترین و بهترین امری که خدا کرده توحید است و آن اولین امر در قرآن آمده. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای مردم ها صرف عبادتی پروردگار خود را کنید. و اولین نهی که در قرآن آمده آن سختترین نهی در قرآن آمده، آن نهی از شرک می باشد. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. و بعد از آن که در سر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت آیات نازل شد و پیغمبر شد، خدا برایش گفت یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر. بالاش و دعوت که مردم ها را سوی طرف دین اسلام که آن عبارت از چی می باشد؟ قم فانذر، از شرک آنها را دور کن. و ربک فکبر، پروردگار خود را یکتا صدا کن، یکتا اعتقاد کن. الله اکبر. و ثیابک فطهر، کالهای خود، جامه‌های خود، لباسهای خود را پاک کن از نجاستی حسی. وقتی که کالهای خود را، لباسهای خود را پاک می کنید از نجاسات حسی، باب اولا این هست که دل خود را از شرک پاک کنید. و الرجز فهجر، پس از عبادت بتها و از عبادت شرک دور بگرد از پیش آن. حقیقت دین اسلام همین می باشد که مسلمان اعتقاد کند که عبادت نیست و نه قبول می شود به نزد خدا تا که به موافق از دین اسلام نباشد. و اگر کسی به تو گفته شود یا بگوید که پیغمبر تو چی کسی هست، پیغمبر تو کی هست، تو باید بدانی که پیغمبر تو نامش چیست، صفتش چیست، حقش چیست.
اقلین نام آن را بدانی که محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم، و هاشم از قبیله طایفه قریش است و از عرب ها هست قریش، و عرب از نسل و فرزندان اسماعیل پسر ابراهیم الخلیل هست. و باید بدانی که صفتهای مکمل را داشت. راست گفتن همیش پیشوای او بود، امانتناک و امین بود، خیانت را خوش نداشت، دلاور و سخاوت بهترین اخلاق انسانیت را داشت، رؤوف رحیم بود. صفتای آن را خداوند در قرآن بیان کرده. شاهد سر امت خود هست، مبشر برای مؤمنان هست، نذیر میترسند، مردمها را میترسند و میگویند که بترسین از دوزخ و از کفر و شرک. سراجا منیرا، برای مردمها راه را نشان میده، چنان که روز و متاعی برای مردمها راه دنیا را نشان میده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم راه توحید نشان میداد برای مردمها و نشان داد برای مردمها راهی که آن را به سوی جنت میرساند و از دوزخ آنها را دور میکند. حق آن سر ما چیست؟ که عبادت خدا را به طرزی که او کرده کنیم. این معنای اشهد ان محمدا رسول الله است که مایان هیچ وقت این عقیده را نداشته باشیم که نی ما هم یک راه میتونیم پیدا کرده که عبادت خدا را کنیم، بلکه عبادت خدا را به طرز و طریقه آن کنیم، چنان که رب العالمین در قرآن فرموده و ما آتاکم الرسول فخذوه، آن چیزهایی که پیغمبر برای شما داده و نشان داده، فخذوه، پس آن را محکم بگیرید، و ما نهاکم عنه فانتهوا، و آن چیزهایی که برای شما گفتند که از آن دور باشین، از آن دور شوید. چنان در بخاری شریف حدیث آمده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموده کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا، همه امتی های من در بهشت و جنت داخل می شود غیر از کسانی که آنها نمی خواهند. صحابه کرام گفتند یا رسول الله و من یأبا، ای پیغمبر خدا آن کی هست که نمی خواهد که در بهشت و جنت داخل شود؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من اطاعنی دخل الجنه، کسی که طاعت من را کرد، امر من را بجای کرد، فرمان من را عمل کرد، من اطاعنی دخل الجنه، در جنت داخل می شود. و من عصانی فقد ابا، کسی که نافرمانی من را می کند فقد ابا، پس آن ممتنع می شود، نمی خواهد که در جنت برود. همچنین رب العالمین فرموده لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، در حدیث براء بن عازب آمده در ابی داود و غیره که انسان مرد، منکر و نکیر از پیشش 3 سوال می کند. سوال اول همین است من ربک، پروردگاری تو کی هست؟ ما دینک، دینی تو چی هست؟ من نبیک، پیغمبری تو کی کسی هست؟ کدام کسی هست؟ کی هست؟ و همچنین روز قیامت همین سوالا می شود ماذا کنتم تعبدون، ماذا اجبتم المرسلین، چرا عبادت می کردین؟
ماذا اجبتم المرسلین؟ به جواب پیغمبرها چی گفتین؟ آیا پیغمبری آنها را قبول کردین و به دین اسلام آنها عمل کردین یا نه؟ چی یک خداوندی کریم ذاتی می باشد. ببینید که خاطر امتحان ما را پیدا کرده، لیبلوکم ایکم احسن عملا، که یک امتحانی هست در شما که کدامی از شما بهترین عمل نیک می کند. و ما در امتحان هستیم. سؤالهای امتحان را برای ما داده، من ربک ما دینک من نبیک، جوابهای امتحان را برای ما داده. پس کسی که کامیاب می شود آن موفق می باشد، کسی که ناکام می باشد آن خساره خودش است. چنانکه رب العالمین در سورة عصر فرموده والعصر، قسم است به زمانه نماز دیگر یا به زمانه. ان الانسان لفی خسر، بیشک همه انسانها والله هستند در یک خساره عظیمشان، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر آن کسان ناکام نمی باشد، یعنی کامیاب می باشد، سربلند می باشد در دنیا و آخرت، که آنها ایمان دارند، ایمان آوردند، و عملوا الصالحات، عملهای نیک را کردند، و تواصوا بالحق، یکی برای دیگر وصیت می کردند که حق پرست باشید، و تواصوا بالصبر، یکی برای دیگر می گفتند که صبر کنید، دنیا فانی است، آخرت باقی است. و به این قدر کافی است. ان شاء الله العزیز یک شنبه آمده با شما ملاقات میکنیم و بیان معنای شهادت لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله را میکنیم با توفیق لا یزال. و صلی الله وسلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.